دادگاه فدرالی آمریکا سیفالله سایپوف یک مهاجر ازبکستانی را که سانحه 31 اکتبر سال 2017 در شهر نیویورک 8 نفر را در یک حمله تروریستی کشته بود به حبس عمرباد بدون حق آزادی پیش از مهلت محکوم کرد. دادستانی حوزه جنوبی شهر نیویورک با نشر این خبر گفت که دادستانی برای سایپوف حکم قتل طلب داشت. حکم قتل تنها در صورت پشتیبانی تمام اعضای هیئت منصفه یا سود پرسیاژنیخ می تواند صادر شود، ولی در قضیه سایپوف پشتیبانی همه اعضای ژوری از حکم قتل را به دست آوردن نتوانستند. سیفالله سایپوف که حالا 34 سال دارد، سال 31 اکتبر سال 2017 در شهر نیویورک با ماشین بارکش اجاره گرفته‌اش بالای ازدحام حمله آورد، 8 نفر را کشت و 12 نفر را زخمی کرد. او سپس با ندای الله اکبر از ماشین خود فرآمده با سلاح پینتبال میخواست تیرپرانی کند، ولی کارمندان پلیس او را زخمی و دستگیر کردند. ازش قربانی حمله سایپوف 5 تن شهروندان ارژانتین، 1 نفر دیگر شهروند بلژیم و 2 تن دیگر شهروندان آمریکا بودند. این حمله تروریستی بعد حمله 11 سپتامبر سال 2001 مدهشترین حمله در این شهر به شمار می رفت. گروه تروریستی دولت اسلامی و یا داعش آن زمان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. در هفته‌نامه الانوب که وابسته به این گروه است نوشته بود که راننده ماشین بارکش یکی از سربازان خلافت است، اما وکیلان مدافع سیفالله سایپوف در دادگاه گفتند که او این حمله را بدون دستور داعش به خاطر شهید شدن انجام داده است و اما مقامات از منزل او تعداد زیادی ادبیات تبلیغاتی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی را پیدا کردند. دادستانی نیز گفت که این زاده ازبکستان می‌خواست با انجام حمله پرسر و صدا در نیویورک توجه رهبران آن سازمان تروریستی را به شخص خود جلب کند و به صف داعش بپیوندد. خود سایپوف در جریان مرافعه‌اش بیانات داد، ولی قبلا اعتراف کرده بود که تحت تاثیر تبلیغات داعش دست به این حمله تروریستی زده است. حکم قتل در ایالات نیویورک در 6 سال اخیر یگان بار صادر یا اجرا نشده است. بار آخرین در این ایالات حکم قتل سال 1963 اجرا شده بود. سیفالله سایپوف باقی عمر خود را در محبس فدرالی نظامش سنگین‌ترین فلورنس در ایالات کلرادو سپری خواهد کرد.